باب 2. پسرم تیموتیوس، تو به واسطه قوتی که عیسی مسیح به ما می دهد استوار باش. تعلیمات را که تو در حضور شاهدان بسیار از من شنیدی به آدمان وفادار رسان که آنها نیز دیگران را تعلیم داده می توانند. همچون سربازی وفادار عیسی مسیح همراه من در سختی ها طاقت بکن. درباره این 3 مثل اندیشه کن. یگان سرباز هنگام خدمتش به کارهای عادی مشغول نمی شود. او فقط کوشش می کند که به سرلشکر پسند آید. ورزشگری که در مسابقه از روی قاعده مبارزه نمی برد مکافات نمی گیرد. دهقانی که مهنت می کند و زحمت می کشد باید حقش را از حاصل اولی شده گیرد. درباره سخنان من اندیشه نما. خود خداوند برای فهمیدن همه این به تو یاری می رساند. عیسی مسیح را همیشه در یاد دار. خوشخبری که من اعلان می کنم آن است که عیسی از نسل شاه داوود بود و خدا عیسی را از مردگان زنده کرده است. به خاطر اعلان کردن این خوشخبر من عذاب می کشم و حتی مثل جنایتکار زنجیربند هستم. لیکن کلام خدا را زنجیربند کرده نمی شود. بنابراین به خاطر خلق انتخاب شده خدا به همه گونه عذاب طاقت می کنم تا که آنها هم به شهرت و جلال ابدی نجات را به دست آرند که آن از عیسی مسیح است. درست گفته شده است که اگر با او مرده باشیم با او زندگی نیز خواهیم کرد. اگر ما به عذابها طاقت کنیم با او حکمرانی نیز خواهیم کرد. اگر ما از او روی گردانیم او نیز از ما روی خواهد گرداند. اگر ما با او بی‌وفایی کنیم او وفادار میماند، زیرا خودش را رد کردن نمی تواند. این چیزها را به همه خاطر رسان نموده در حضور خدا طلب نما که بحث ها را درباره معنای کلمه ها به آخر رسانند. شنوندگان بحث ها از این نفایده بلکه ضرر می بینند. از تحت دل خدمت کن تا که خود را در چشم خدا همچون شخصی سنجیده شده و همچون کارگر نشان دهی که از چیز شر نمی دارد و پیام راستی را درست شرح می دهد. از بحث های بیهوده و بی‌معنی خود را دور گیر. آنهایی که به بحث کردن مشغولند بیشتر و بیشتر آدمان را از خدا دور می کنند و از تعلیماتشان به مثل بیماری سرطان در بدن پهن می شوند. در بین آنها هیمنایوس و فیلیتوس هم هستند. آنها راه راست را ترک کرده اعلان می کنند که خدا الکی مرده ها را زنده کرده است. به این واسطه بعضی ها را از ایمان می گردانند. لیکن حقیقت خدا به مانند سنگ ته کرسی استوار ایستاده است که در آن این سخنان کندکاری شده اند. خداوند می داند که کیها از آن او هستند و هر کسی که نام خداوند را به زبان می آورد باید از بدی دور شود. در یک خانه کلان نه تنها ظرفهای طلایی و نقرگین بلکه ظرفهای چوبین و سفالی نیز هستند. بعضی آنها برای کارهای مخصوص و بعضی آنها برای کارهای عادی می باشند. کسی که خود را از کارهای بد پاک کند به مثل ظرف برای کارهای مخصوص استفاده برده می شود. او برای خدا جدا کرده می شود. در این حالت او تیار است تا که خوجینش وی را برای هر کار نیک استفاده برد. تیموتیوس، تو جوان باشی هم از هوس‌های جوانی گریز. برعکس در پی راستکاری و ایمان
محبت و صلح باش و از پی آنهای رو که با دل پاک به خداوند دعا می کنند. در بحث‌های بیهوده و بی اساس دیگران اشتراک نکن. آخر می دانی که چنین بحث‌ها با جنجال انجام می یابند. خدمتگار خداوند نباید جنگجوی باشد، بلکه به همه مهربانی و صبر و طاقتش را نشان دهد. همچنین قابلیت تعلیم دادن کلام خدا را داشته باشد. این چنین خدمتگار مقابلان خود را باید خاکسارانه اصلاح نماید. شاید به واسطه چنین اصلاح کنی خدا عطا فرماید که آنها از کارشان دست کشند و توبه کرده راستی را فهمند. به این واسطه به خود آمده از دام شیطان رهایی می یابند که وی آنها را چون اسیر به زیر اطاعتش درآورده است. باب 3. تیموتیوس، تو باید دانی که در آخر زمان پیش از آمدن عیسی مسیح روزهای سخت فرا می رسند. آدمان خودپرست و پولپرست، خودپسند، هوا بلند، دغل می شوند. به پدر و مادرشان بی اطاعتی می کنند و کرنمک و خدا به خبر می گردند. آنها دل سختند و نیکی را بد می بینند. همچنین بیرحم، تهمتچی، بدقواق، ناآدم، خیانتکار و سرکش و پرغرور می شوند. از خدا دیده کیف و صفا را بیشتر دوست می دارند. خدا ترس تابند هم در اصل به خدا باور نمی کنند. خود را از آنها دور گیر. بعضی آنها با راه فریب به خانه ها در آمده زنهای بی پشت و پناه را فریفته می کنند. چنین زنها در زیر بار گناه مانده به هوسهای گوناگون گرفتار شدند و همیشه چیزی نوی می آموزند، لیکن هیچگاه حقیقت را شناخته نمی توانند. چه خیلی که در زمان قدیم ینیس و یمبریس بر ضد موسی برآمده بودند، این معلمان نیز به مقابل راستی می برآیند. آنها اندیشه های بداخلاقانه دارند و ایمانشان حقیقی نیست، لیکن آنها کامیاب نمی شوند، زیرا ابلهیشان به مثل ابلهی ینیس و یمبریس به همه آشکار می شود. لیکن تو تیموتیوس تعلیم، طرز زندگی، مقصد، ایمان، صبر و طاقت، محبت و ایستادگی مرا می دانی. تو عذاب و تعقیبات مرا می دانی. تو می دانی که مرا در شهرهای انطاکیه، قونیه و لستره چگونه عذاب دادند. اما خداوند مرا از همه عذابها خلاص کرد. بله، همه آنهایی را که خدا ترسانه همراه عیسی مسیح زندگی کردن می خواهند تعقیب کرده عذاب می دهند. ولی آدمانی بد و فریبگر باز هم بدتر گردیده دیگران را گمراه می کنند و خودشان را نیز دیگران گمراه می سازند. ولی تو به تعلیمات گرفته باور کرده‌ات استوار باش. تو می دانی که آن را از کی یاد گرفتی و همچنین از خردی نوشتجات خدا را می دانستی. آن به تو خرد می آموزد که نجات را به واسطه ایمان به عیسی مسیح به دست آورده می توانی. تمام نوشتجات از نفس خدا برآمده است. آن برای تعلیمات و سرزنش، اصلاح و برای آموختن کارهای درست فایده‌ناک است. خدا این را برای آن استفاده می برد که خلق او برای هر کاری نیک پره آماده باشد.
نامه دویم به تیموتیوس باب 1. سلام پسرخواند دوست داشتم تیموتیوس. من پاولوس با خواست خدا فرستاده عیسی مسیح تعیین شدم. او مرا فرستاد تا که درباره حیات ابدی وعده کرده‌اش به همه گویم. این حیات با آنهایی که در یگانگی با عیسی مسیح زندگی میکنند داده می شود. من به تو فیض و مهربانی، رحم و شفقت و صلح و آسایشتگی خدا پدر و خداوندمان عیسی مسیح را خواهانم. ای تیموتیوس، شب و روز بی‌ایست تو را در دعاهایم به یاد آورده برایت به همان خدا شکر میگویم که من به مانند اجدادانم با وجدان پاک به او خدمت میکنم. من گریه های تو را در خاطر دارم. بسیار میخواهم تو را ببینم تا از دیدارت شاد شوم. همچنین ایمان حقیقی تو را، همان ایمان قویی که مادر کلانت لوئیسو مادرت اونیکا داشتند در یاد دارم. باوری دارم که تو هم مثل آنها ایمان قوی داری. از این رو خاطر رسان میکنم که قابلیت خدا دادت را از تحت دل استفاده بر. وقتی که من دستانم را به تو گذاشته تو را به خدمت تعیین کردم، آن از جانب خدا برایت داده شد. خدا به ما نه ترس و وهم بلکه قوت و محبت و خود اداره کنی را می دهد. برای همین از شهادت دادن درباره خداوندمان عیسی مسیح شرم ندار. این چنین از من که به خاطر عیسی مسیح زندانی شدم شرم ندار، بلکه به قوت خدا تکیه کرده به خاطر خوشخبر همراه من به عذابها تیار باش. چون که خدا ما را نجات داده دعوت کرده است که خلق او باشیم. خدا ما را نه به خاطر کارهایمان دعوت نموده است، بلکه او پیش از آفرینش نقشه داشت که به واسطه کارهای عیسی مسیح به ما فیض و مهربانیش را نشان دهد. اکنون باشد خدا با آمدن عیسی مسیح نجات دهنده ما آن را برایمان گشاده است. عیسی مسیح مرگ را نیست و نابود کرده به واسطه خوشخبر راه حیات و ابدیت را روشن کرد. خدا مرا انتخاب نموده است تا که اعلان کننده، فرستاده و معلم این خوشخبر باشم. حالا به خاطر اجرای همین وظیفه خدا من عذاب میکشم، لیکن از این شرم نمی دارم. آخر می دانم که به عیسی مسیح باور کردم. برای همین دل پر هستم که آن چیزهایی را که من به عیسی مسیح سپاریدم او تا روز بازگشتش حمایه کرده می تواند. سخنان درستی از من شنیده‌ات را همچون نمونه سخنان سالم نگه دار. با ایمان و محبتی که عیسی مسیح بخشیده است از روی این نمونه عمل بکن. با قدرت روح القدس یعنی روح خدا که در وجودمان ساکن شده است همه چیزهای نیکی به تو باور کرده شده را نگاه دار. تو میدانی که در ولایت آسیا همه، حتی فیجلوس و هرموجنیس نیز از من روی گرداندند. بگذار خداوند به اهل خانواده انیسیفوروس رحم کند، چون که وی مرا تیز تیز خبر گرفته روح بلند می کرد. انیسیفوروس هم از آن که در زندان زنجیربند بودم بار شرم نداشت. برعکس به شهر روم رسیده تا دمی مرا یافتن بسیار جستجو نمود. بگذار خداوند در روز قیامت به او رحم کند. تو خودت خوب میدانی که او در شهر افسوس چقدر به من یاری رسانده بود.
باب 4. وقتی که عیسی مسیح باز می آید، او همچون شاه حکمرانی می کند و همه را، یعنی زندگان و مردگان را داوری می نماید. از این سبب من در حضور خدا و عیسی مسیح به تو سپارش می دهم که کلام خدا را اعلان نما. وقت و به وقت آماده کار باش. با صبرانه و با تعلیمات درست آدمان را اصلاح و سرزنش نما و آنها را روح بلند کن. زیرا زمان فرا می رسد که آدمان تعلیم درست را قبول نمی کنند. برعکس، برای شنیدن سخنان طبع دلهای بدشان معلمان دیگری را دعوت نموده با آنها گوش می دهند. آنها گوشهایشان را از شنیدن حقیقت محکم کرده از پی شنیدن افسانه ها می روند. لیکن تو در همه حالت هوشیار باش. هنگامی به خاطر خداوند عذاب کشیدن پرطاقت باش. خوشخبر را اعلان نمودن گیر و خدمت خود را پره اجرا کن. حیات من مثل می تا قطره آخرینش در قربانگاه ریخته شده است، یعنی خدمتم به آخر رسیده ایستاده است. به نزدیکی از دنیا می روم. من به مثل ورزشگر خوب مبارزه برده تا آخر دویدم و ایمان را نگاه داشتم. اکنون مرا مکافات، یعنی تاج راستکاری انتظار است. آن را خداوند داوری با عدالت در روز برگشتنش به من خواهد داد. این مکافات را نه تنها من بلکه همه آنهای نیز می‌گیرند که بازگشت عیسی مسیح را به حد انتظارند. تیموتیوس، کوشش نما که هرچی زودتر به نزدم به شهر روم بیایی، چون که دیماس چیزهای این دنیا را دوست داشت و مرا ترک کرده به شهر تسالونیکی رفت. کریسکیس به ولایت غلاطیه و تیتوس باشد به ولایت دلماتیه رفت. فقط لوقا همراه من است. هنگام آمدنت مرقس را با خود بیار، زیرا او به خدمت من یاری می رساند. من تیخیکاس را به شهر افسوس فرستادم. هنگام آمدنت جامه‌ام را بیار. من آن را در شهر تروس در خانه کارپوس مانده بودم. این چنین کتاب‌ها بخصوص قیمتشان را بیار. اسکندر آهنگر به من بسیار بدی کرد. خداوند موافق عملش وی را جزا می دهد. تو نیز از او احتیاط شو، چون که او سخت بر ضد سخنان ما برآمده بود. در سود یگان کس مرا طرفداری نکرد، همه مرا ترک نمودند. بگذار خدا این را با آنها گناه حساب نکند، لیکن خداوند مرا طرفداری نمود. او به من قوت داد که خوشخبر را اعلان نمایم. به شرافت من غیر یهودیان خوشخبر را از سر تا آخر شنیدند، ولی خداوند مرا طرفداری کرده از دهان شیر خلاص کرد. او مرا از هر کاری بد رهایی داده صحت و سلامت به پادشاهی آسمانیش میبرد. با او تا ابد شأن و شرف باد. آمین. با پریسکیلا و اکیلا و اهل عائله انیسیفوروس از نام من سلام رسان. ارسطوس در شهر قرنطس ماند و تروفیموس بیمار را در شهر میلیتوس گذاشتم. کوشش کن که پیش از زمستان به اینجا رسیده بیایی. اوبولوس و پودیس، لینوس و کلاودیا و همه ایمانداران به تو سلام می رسانند. بگذار خداوند با تو باشد و به همه شما فیض و مهربانی نشان دهد.